این نیست مثلا تطور کلیکال سیستم. خب مثلا فولوسکوپی بینی. خب یک از رایجی در فولوسکوپی میشه امیه. اون هم سیادش کردم. اون بینی اسپین اندازه است که ماش اینه اینا هوا اینش ها از درونه و اینش از درونه خب کوکی بینی سیستم نفس ایش میگذارن سیستم نفس دیگه هم میگذارنش یعنی استخوانات دیگه هم میگذارن من شما تا رو میگم که هر چیز در کار میشه کوکی بینی باشه بینی به دو قسم تقسیم میشه بینی بیرونه و بینی داخله بینی بیرونه گفته چیزی که ما بیرون میبینه نمیاد و بینی داخله باشه نمیاد فهمیده از درون بیرونه میشه فهمیده و بینی بیرونه را بچه‌ها یک من بینی بیرونه نمیاد میدونید حساب کنه چه بینی بیرونه میاد چیزا میگن نازوس externus نازوس externus خب این وقتا نمیدونی میترسی نازوس externus هسته بینی بیرونه ندارن این باشد بینی داخله هستن که همون میگیم اوپشنی اشاره میکنم اینجا میگیم چی؟ نازوس اینترنوس یعنی بینی با دو قسم تقسیم میشه این در سیستم نفس میگذاره مثلا شما رو تا گذشته اسم که در دین سیستم سوم چی میشه در کار میشه اوزه همون خط اسمش باید ولی از خط اسمش ها فهمیدم منم میرم در کار بگیرش میکنم من دیدسنا اینه که خط اگر پروگرام اینه که این طرفش بینی بیرونه پس اینه فهمیدم از این داخلش میشه بینی داخله انا دیدسنا خب انا نکن بینی بیرونه میکنم بینی بیرونه چند قسم داره بینی بیرونه داره با خودش اپکس داره قله دورسوم داره سپینکر این رادیکس داره ریشه اما یعنی دوشته چی؟ اپکس دورسوم ای چی؟ رادیکس همه چه در نظر دارم اپکس دورسوم رادیکس دورسوم ریشه نه رادیکس فهمیدن؟ دورسوم یعنی اپکس دورسوم رادیکس و در مدگوهی بینی بیرونه را بیرونش درونش نه یادش کو فکر کن صرفی نارس میگه نارس نارس فهمیدن؟ خب با چی داره؟ آلا داره کریلو فهمیدن؟ آلا نظر است من نمیام قنات آلا نظریست آلا نظریست ایسو به چه حاصل شده ایسو میگیم سه تقویه که بولشک آلا بول میشد کن ایسو به سه تقویه که بولشک حاصل شده آلا نظریست مایو آلا نظریست مینو آلا نظریست اکسیسوسه سه فهمیدن؟ اما cartilago alaris major, cartilago alaris minor e cartilago alaris accessoris. فهمیدن؟ یعنی از همین حسابی سه تقویه حاصل میشه دیگه. وقتی نمی حاصل میشه به حسابی که کنم میکنن cartilago alaris چی؟ major cartilago alaris minor cartilago alaris accessorius حسابی سه تقویه حاصل میشه خب فهمیده بینی بیرون چند قسم داشته اپکس دورسوم و رادیکس و باز آلا نزالیس داره در مورد بینی بیرون را ناریس میگن دتره نارس و اون ناریس رو اصلا دیگر هرس میمونن است
سطح نظر مدیا جلو کرده میسته. اما همین اگرم تو می‌دی اینترس دیگه میشه. چه کنی؟ نه. اینترس دیگه نمیکنم. اینترس میشه میکوسه. فیلتر می‌مونه. آیا؟ فیلتر ما. نفس میکشیم هوا رو بالانسی هوا رو با دو بینی برابر داخلش تقسیم می‌کنیم. یعنی تقسیم هوا همین هر یک طرف بینی در برابر داخل میشه. اما می‌کنیم که هر چه برابر هوا میشه. اما آره خب طرف فیلتر اما بعد من اکنون بینی داخله را می‌دونم بینی داخله نرسید نزوس اینترنس میگنشن آره خب دو ناحیه داره میگن دو تا اوبلاست داره میگن این ناحیه بالاش بچه‌ها که تقسیم می‌کنیم میشه بود ناحیه بالاش میگیم ریگیو اوفرنشی ریگیو سوپر olfactoris ریگیو پیدیس ریگیو olfactoris آفرین برای چی ریگیو olfactoris میگیم یعنی فرض کنید ایجاد مورد چیه ایجاد مورد از بالاش لامین کربروزی سودگه از بالا لامین کربروزی سودگه اما لامین کربروزا через ламина креброза می‌جنه ورسیشو هستن نمی‌دونم через همون ламина креброза بچه‌ها فیلم olfactoris رو دارم میگه فیلم olfactoris یعنی چی نخهای شماوی که بوی حس کننده اما البته نیک میگن فهمیدن هر یک طرف این طرف هم داخل میشه دیگه هم نیت هایی که فیلم ها شمارهشون یا چند 15-20 شمارهشون یا میگن فیلم olfactoris فیلم olfactoris شمارهشون چند تا 15-20 همینه برام تا نوعیه بالا رو ریگیو olfactoris میگیم این نوعیه که ما میتونیم بو رو حس کنیم میکنیم که میگیم بوی بدشه این همین نوعیه که حس میشه اینجا قابلیت بوی حس کنی را نداره سوال شده برای چی میگیم چون که نخوای شما تونجره نه نوعیه که پایان ده هستن ریگیو اینا میگیم چی؟ ریگیو رسپیراتوریس این باید خیش میکنه معنی؟ این باید خیش میکنه؟ نه باید چی پس میکنه؟ ریگیو olfactoris باید حس میکنه ریگیو رسپیراتوریس واسه برای نفس کشیدن اما بعد این نفرمیر کنفانازالیس سوپریور یک میگیم میشه کنفانازالیس چه؟ سوپریور دو کنفانازالیس مدیا سه کنفانازالیس inferior значит یک کنفانازالیس سوپریور در زیر کنفانازالیس سوپریور حرف ا کتیم نمی در زیر کنفانازالیس سوپریور بچو حرف ا کتی جایگیر شده چی؟ میاکتوس نازالیس سوپریور کنفانازالیس سوپرچر میشه دیگه که راکمین است نسوی راکمین ورنی نسوی راکمین داره نه یکی منم کنفانازالیس سوپریور ورنی نسوی راکمین تای ورنی نسوی راکمین میبینید چه؟ راه هسته کو؟ این ورنی نسوی خوده فهمیدن؟ یکی سفرچه بالای بینی در زیر سفرچه بالای بینی نقبی بالای بینی جوی گیره فهمیدن؟ اما؟ خب و سفرچه مبینی بینی هسته که را ما میگیم چی؟ کنفانازالیس inferior سراز بعد سوپریور اینفریور نه اینفریور درجه این میدیا اما
در زیر کانخ نظرس مدیا حرف ب که اشاره میکنیم میاتوس نظرس چیه؟ Meatus nazalis media. میاتوس نظرس مدیا و سیمین چیه؟ Concha nazalis inferior. O zaman hala نقفش همون meatus میگیم. inferior در زیر کانخ نظرس inferior ABC Meatus nazalis inferior. inferior دیدی نه؟ اینجا میفهمم اینجا را میگم بینی داخلی دتا область داشته верхняя область обязательно область میگیم اینکه نوحه بالا نوحه شما تمام و این نوحه پایین باشد نوحه نفس تمام نوحه شما به چی داخل میشه نوحه شما به نقب بالایی بینی و سفرچه بالایی بینی داخل میشه فهمیدید کانخ نظر سوپریور Meatus nazalis superior. نوحه نفس و ریگو رسپیراتوری به چی داخل میشه نقب میانه بینی سفرچه میانه بینی سفرچه پایینی بینی و نقب میانه نقب پایینی بینی داخل میشه خب بعد ما داریم سفرچه بالایی بینی سفرچه میانه و سفرچه پایینی بینی سفرچه بالا و میانه بینی حاصل میکنن نقب بالایی بینی سفرچه میانه و پایینی بینی حاصل میکنن نقب چی میانه بینی سفرچه پایانی بینی و شاخچه کامی جای پایان جای بالا تویست حاصل میکنن نقب پایانی بینی را فهمیده؟ من اینجا فهمه شده؟ خب اما نکن او چیه؟ نقبا رو فهمیده نه؟ سه تا کانخ نظرس بوده سه تا میاتوس نظرس بوده خب همین جایی که از بینی به حلق میگذارد همینجا را خوانه میگیم من اگر خیلی جلو تنشن کنم این پرمیر خوانه هسته یکم استخوان نیستی پروسته یک گرانیسه داخله که خیلیش هم نیسته میشه مثلا اینجا گذشت کن باقوم هسته که اینجا پروسته یکم چی نیسته میشه خیلیش معلومه داره میشه گذشته رفته که بارینه کاکی بینید همش حرف گذشت میشه خانه یه رجلو کردن نیسته خب نه نکن ما داریم این کاکی بینه رو فهمیدید چی داشته اساس خب انا نکن سبشینی میگیم که علاقمندی های کاکی بینی به دیگر قسمت های ارگانیسم اما نقب بالایی بینی به بچه شده میشده اپرتورا سینس فیمیلاریس نقب بالایی بینی به شده میشه فهمیدید؟ یعنی همین نقب بالایی بینی به میاتوس نظرس سوپریور شده میشه یکم چیزی که شده میشه اپرتورا سینس فیمیلاریس تمام فایده دیم چیزی که شده میشه این چه فورامین کریبروزا فورامین کریبروزا خب سیم چیزی که شده میشه لابیرینتوم اتمویدالیس پاستریور لابیرینتوم اتمویدالیس پاستریور من ویدیو رو خوش هستم میپردم خطانه بود خوش تماشا میکنم پروسه انجام که گوش میدم لابیرینتوم اتمویدالیس پاستریور یعنی چند چیز که شده میشه فورامین اتمویدالیس اینکه لابیرینتوم اتمویدالیس پاستریور شده میشه فورامین کریبروزا شده میشه این اپرتورا سینس فیمیلاریس شده میشه
فورامین کربروزا بعضی دکترها میگن که این میان نقد واقع شدن نمیشه ولی در بالای سوپر بینیه تمام لیکن این خیلی جوری شده این داره جوری شده این پارالل میگه راست جوری شده کسی برای خیلی نزد داخل میکنه فهمیدن روش نکنه نگید فهمیدن چی واقع شده میشه apertura sinus sphenoidalis labyrinth metmoidalis posterior داخل میشه فهمیدن خب و فورامین کربروزا داخل میشه نقد میونه بینی گوشه چی نقد میونه بینی شده میشه یکم چیزی که گفتیم چی apertura sinus maxillaris فهمیدن apertura sinus maxillaris شده میشه apertura sinus maxillaris این چیزی که شده میشه فورامین سفینوپالاتینم این سلور سفینوپالاتینم در اوس اتمویدالیس بود که اوس پالاتینم بود گفتم هر دوش یک جای شده من اوس اتمویدالیس اینجا شده چی داره سینوس سفینوپالاتی داشت هر دوش یک جای شده سینوس پالاتینم سینوس اوس سفینوپالاتی این نقد شده میشه به این راه شده میشه به چی نقد میانه کی را میگیم apertura foramen sphenopalatine foramen sphenopalatine و دویم چیزی که شده میشه چه؟ سیور نمانی دویم چیزی که شده میشه apertura sinus frontalis apertura sinus frontalis شده میشه تمام؟ همش پاسخ نده ثبت نمیکنم همش پاسخ فقط ثبت نمیکنم پاسخ اینا که ورسیوپتی اینش پاسخ apertura sinus maxillaris foramen sphenopalatine یا ترسه sinus frontalis این پاسخ تمام؟ و یک چیزی که بود چیزی هست که با شده میشه labyrinthum ethmoidalis شده میشه media et anterior شده میشه labyrinthum ethmoidalis media et anterior فهمیدن؟ os ethmoidalis seta labyrinthos که labyrinthum ethmoidalis anterior media et posterior anteriorش posteriorش در میاد نظر superior شده میشه media et anterior شده میشه در چی؟ میاد نظر media چند تا چیز شده میشه labyrinthum ethmoidalis media et anterior apertura sinus frontalis apertura sinus maxillaris foramen sphenopalatine ای بود چه؟ تمام کنیم و این اینجا بود شده میشه دیگه چیزا باشد کانالیس نازو لاکریمالیس فهمیدن؟ و کانالیس اینسیزیوس کانالیس اینسیزیوس من اینجا با کانالیس اینسیزیوس هستم فکر کنم شما میشم نخلی میانه بینید و از کوکی چشم باشد من اینجا کوکی کاسمان چشم استاده باشد کانالیس نازو لاکریمالیس فهمیدن نخلی پایانی بینید شده میشد تمام؟ اینه میرید کوکی بینید خب من دیوارها شاید رو گفتم میگذاریم دیوارها باید دیگه جلو پوزا کنیم این رای صورت کنیم اینجا رو یعنی صورت کنیم اینجا رو پوزا کنیم دیوارها شما نیست ولی اگه سامان داره